طایفه جن، میدونید جن مثل خود انسان ها مکلفن، یعنی همونجور که ما مکلف به تکالیفی هستیم، نماز، روزه، چی تکلیف داریم، طایفه جن هم همینجورن، اونام تکلیف دارن. همونجور که ما رشد داریم، چه رشد مثبت چه رشد منفی، میتونیم صعود یا سقوط بکنیم، اونام همینجورن، مثل ملائکه نیستن. روز عاشورا بزرگان از طایفه جن، از شیعیان اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، گفتن آقا ما یاری شما میکنیم، ما وظیفمونه کمک بدیم به شما. حضرت فرمود خیر، قضیه باید به صورت عادی بره جلو که مردم امتحان بشن. اونا که شما رو نمیبینن که، قضیه باید به صورت عادی بره جلو. خب امام حسین اگه میخواست از اینا کمک بگیره، 2 تا از اینا کافی بودن تمام اون لشکر رو از بین ببرن. پس حضرت ناتوان نیست، عاجز نیست. اصلا حضرت احتیاج به این حرفا نداره. اراده بکنه زمین زیر پای اونا فرو میره. اراده بکنه زمین زیر پای اونا فرو میره. به اذن الله ولی خدا تسلط داره بر تمام عالم. پس این که حضرت کمک خواست، این زبان رحمته، در واقع میخواد کمک بده که بیاید من میخوام دستونو بگیرم، میخواد کمک بده.